خب سلام بچه ها خیلی خوش اومدید به این ویدیو که ما اینجا داریم صدا گذاری میکنیم. تو این ویدیو اومدیم یه بازی بریم به نام GTA پارالی ردمپشن GTA پارالی ردمپشن رو بریم و امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت از این ویدیو ببرید. ببخشید که تون صحبت میکنم چون دیگه تو این بازی اگه میخوام بگم سرنوشت مثلا پلات چی شده، مثلا ما تو این بازی GTA مثلا تباهی به GTA 3 نداریم، شاید اصاف GTA 3 هستش. این بازی جدا از GTA 3 هستش ولی تباهی دیگه داره. ولی این بازی که مثلا اینجا هست مثلا 2021 2020 که تو کریسمس بکنم ساخته شده که تازه فهمیدم که تو این بازی میکی توریست ماریا و کلاد رو میکشیم که تو این بازی تامیورسیتی هم تو تلفن باش فیلمت میکنیم که صداشو ندارم. نسخه لال و من تو بازی دارم، من نسخه لال و من دارم ولی موقعی که مرحله پس میشه یک آهنگ آخرم میده و کلا بکنم جایزه این مرحله 1 میلیون یا 2 میلیون دلار است که میخواستم به شما بگم. آقای بلک هم تو GTA وای سیتی بود، اونم هست. یعنی کلن همه تو این بازی هستن. ما تو این بازی جوی لئونه هم میکشیم، یادم رفت بگم، و کلن خانواده لئونه ها رو منقرض میکنیم. تو یک ویدیو تو یک مرحله پیش زدیم کلاد رو کشتیم. تو این بازی کلاد رو میکشیم، میکی هم میکشیم، اونی که تو GTA لیبرتی استوریز JD رو کش، و لویجی و تونی سپریانی هم تو این بازی میکشیم. تامی ورسیتی مال سیتی الان که نوشته بود یه تامی ورسیتی باشه ورسیتی باید بریم با این تلفنه یه سریع تلفنه رو تموم شد. ببخشید بدی هستم موقع خودتون، ببخشید که صدا میاد جای بدی هستم و اینم دیگه خودتون میدونید. تموم بازی تموم شد. الان میریم شخصیتاش کی هستن، مثلا اینجا شخصیتاش صدا پیش و کلا سازنده و چی میبینم، شرکت سازنده و چی میبینم میسازه نشون میده که همه کی هستن. اینم از این GTA همین راحتی تموش. راستی GTA دیگه اومده سیندیکیت کرونیکلز که جیدی اولتون یا جوزف دانیل اولتون باش بازی میکنیم یک قسمت و یک قسمت هم با مارکوسی سینداکو بازی میکنیم و از اسمش نام اوجای خانواده
خیلی یک زمانی کاپوی لئوناردو در کاپوی سندکار شده و آخر دیگه راضی شد که دیگه سندکار بریزه بیرون و کاپوی لئونا بشه و همین شد که میکی که همین تو این بازی کشتیم میاد اونو میکشه و میگه ما بهت اعتماد نداریم و ما بهش اعتماد نداشتیم و تونی چرا میگه اونو کشتی و چه میدونم از این حرفا و این برج دوقلو نیویورک که اینجا علامت سبزی که اولی کشیده بودم همونی که تو 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود اگه فهمیده باشی مال سال 2001 11 سپتامبر که حمله شده بود اینجا که تلفن با شرق میزدیم خب الان دیگه بازی بوده آخراشه دیگه کم کم الان اینجا رو نشون میده خب ببخشید یه لحظه تلفن زنگ خورد من اگه ادیتور مثلا برای هر ویدیویی که مثلا پیشرفته میخوام گرافیکش بالا باشه یعنی گرافیک یا که ویدیو بالا باشه و کیفیت ویدیو بالا باشه میخوام بعضی جاش به ادیتورم بدم و بعضی جاش خودم ادیت میکنم خودم ادیت چندان زیادی بلد نیستم ولی میکنم و این چی بود؟ خب ببخشید که صدا میاد اینجا جای بدی نشستم به بزرگی خودتون ببخشید نگین که مثلا فلانی نوب سگه که اصلا آپارات پاک نکنه ولی خب باشه اینجا داره کم کم داره برجا رو داره نشون میده که داریم انجام میدیم خب تموم شد خب الان $1,000,000 نصیب ما شد ببخشید الان دعواست نمیتونم درست صحبت کنم اینجا که جای نشستیم دعواست الانم گفتم تا بفهمید دیگه بهم نگید نوب خودم آدم نوبی نیستم خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک و نظر و کامنت و دنبال فراموش نشه تا ویدیو بعد خدا نگهدار و بدرود دوستان